و قریبک قطعة منک، خویشاوندانت یک قسم تو است. فانما ان احسنت الیه فانما تحسن الی شخصک، تو اگر با آنها نیکی کنی گویا که با خودت نیکی کرده. و این بخیلت علیه فانما تبخل عن نفسک، اگر با آنها بخیلی کردی تو برای خودت بخیلی کردی. والله خلق الرحم و شق لها اسما من اسمه، الله تعالی رحیم را آفرید، یعنی همین بچه‌دان را آفرید و از نام خودش یه نام اشتقاق کرد و نام او را رحیم ماند. و وعد ربنا بوصل من وصله، و الله تعالی وعده داد، پروردگار ما وعده داد به پیوست کردن علاقه با آن شخصی که با رحیمش علاقه را می پیوستد. با رحیم یعنی با همون رحیمی که از وی تولد شد. از کدام رحیم شما تولد شده؟ با همون رحیم علاقه را پیوست کنید، یعنی با آنهایی که از همان رحیم تولد شدند، یعنی دادران و برادران و خواهرانتان، و با آنهایی که در همین پیدا شدن شما از همین رحم سبب شدند، یا اینکه با یعنی که پدر و مادرتان و آن آدم‌هایی که پدر و مادر شما با آنها از یک رحم به دنیا آمدند، یعنی عمه و عمها، خاله و تقاها. خب بعد از آن الله تعالی در حدیث قدسی وقتی که به بچه‌دان نام رحیم را نامگذاری کرد گفت که اما ترضین ان اصل من وصلکی و ان اقطع من قطعکی، آیا تو راضی نیستی که به همین عضو زنها خطاب کرد، آیا تو راضی نیستی که من علاقه را پیوست کنم با آن شخصی که با تو علاقه را پیوست میکند و علاقه را کنم از آن آدمی که با تو علاقه را میکند؟ قالت بله، رحیم گفت که بله من راضی هستم. قال فذاکی لکی، این برای تو هست، یعنی الله تعالی اینه براش نصیبی روزی کرد. یعنی کسی که با رحیمش علاقه را پیوست کند الله با او در علاقه است، کسی که با رحیمش علاقه را کنده کرد الله تعالی از او علاقه را میکند، یعنی دعایش را اجابت نمیکند، مهربانی به سویش نمیکند، لطف نمیکند به سویش. بنابراین تمام کارها را میکند، نه در بندگی موفق میشد، نه در طاعت موفق میشد، نه در دریافت کردن پول و مال، نه از زن و فرزند الله تعالی او را موفق میکند، در همه جانب شکایت دارد. کسانی که از سلامتی، از زندگی، از کمبودی شکایت دارید، کمبودی خود را در پیوست کردن علاقتان جستجو کنید. هر یک ضرری که به شما رسید شاید سببش این که شما با خویشاوندا در کجای تقصیر و کوتاهی کردید. متفق علیه، این حدیث در صحیح بخاری و مسلم است. و الرحم معلقه بالعرش، رحیم در عرش پروردگار معلق است، آویزان است. تقولو میگفته است که من وصلنی وصلته و من قطعنی قطعته، کسی که علاقه را با من یعنی پیوست کند منم با او علاقه را پیوست میکنم، و من قطعنی قطعته، کسی که علاقه را با من کنده کند من هم علاقه را از او میکنم. این حدیث بخاری و مسلم است.